سلام مادر عزیزم، خوبی؟ امروز من یک دنیا دلتنگت هستم. گاهی چنان اشک در چشمانم حلقه میزند که بی هوا گریه برای تو آغاز می شود. ای کاش می شد باز تو را در آغوش بگیرم تا حس بودنت کمی آرامم کند. نمیدانی چقدر جای تو در این خانه خالی است. همه بی‌تاب تو هستی. مادرم، زندگی بی تو هیچ لطفی برای ما ندارد. ما زندگی میکنیم اما تنها در خیال تو. یاد تو همیشه در قلب ما زنده میماند و هرگز فراموشمان نمیشوی. دوستت داریم و همیشه به یادت هستیم. روحت شاد، یادت گرام.